سلام علیکم همدیاران عزیز، اعضای گروه انگور و بوق. امروز 24 فوریه سال 2024 و من قرار دارم در گرمخانه یکی از انگور پرورهای رقم یکم گویم اگر خطا نمیکنم، ناحیه شهر ترسنزاده حاجی غلام جانکه دهه ینگ بوق و قرار داریم در گرمخانه اکای غلام جان. اکای غلام جان در قطار دهقان اصیل بودنش باز عالمی زورم هست. این کارهایی که کردیم یک جای کرسادیم، این ایده منم دادم شد، خودشم خوش کرد. یک تصمیم گرفتیم که همین پرورش انگور رو به سطح جهانی برداریم و به سطح یوروپایی ها. یکم 5 سال 10 سال پیش در اروپا یک کسل پیدا شد، همین انگورزاراشون همش خوش شد، ریشه رو کسل خورد و آیا چیکار کردن؟ و یا همه انگورایی که خوش شده اگر کنده سوزونده پرتافته تک پیوند انگورشون رو دیگر کردن. انگورشون از قلمچه بود، تک پیوند کردن، یعنی که پیوندی انگور کردن، تک پیوندش رو انگورهای یوبویی کردن و 4-5 نمود انگور است. همین انگورهای خودمون انگور سگک میگیم که همده مونند. و امروز میبینیم من همین گرمخانه اکای غلام جان انا اینجا بیدم برگشتم به انگور ما کنم مونند نیست، کم ترک همین فرقه دارد. یک تخمینا من هم صحبت شدم یک 10,000 دانه همین تک پیوند رو پرورش کرده ایستاده است، با مقصد فروختن نه، با مقصد در این انگور در این تک پیوند میکند انگورهای پیش جهان رو، بوغش را میشنوند و بوغش رو عوض میکند در مدت 2 سال یا 3 سال. این چه خوبی میتید؟ من همین تک پیوندی که میگیریم این کوبرای نامش نمیدونم چیه، برای که چند 5-6 نمودش است. بینید که در درون قوطیچه شنوندگی است، اینجا پرنیگ است، درونش بوغ است، گرمی علو میکرده است. من پیچکاشون او گرد با گرد قبرهای پیچکاش رفته ایستاده است. داخل همین استکانچیکو دا من همین ظرف های گلدانچه ها دا تک پیوند کرده ایستاده است. بهار اینا در زمین میکوچوند، ماه می تا ماه می این بقوت میشود و در همین پیوند میکند و بوغش رو بوغ پیوندی میکند. از دیگر جهت انگور پیوندی در همین تک پیوندی کوبر یا که تک پیوندی مخصوص گویم صفت انگور رو خوب میکند، نسبت به کسلی ها مقاومت انگور رو بلند میبردارد، قوهش رو به قوت میکند، یعنی که پرزور میکند با قوت کسلی ها و بسیارتر میبندد. صفتش خوشو میشود، گفتم دونش کلان میشود. برای هوای خدا خواهد در آینده آستا گذاشتن در کار برای چی گویه؟ این کسلی سرحد ندارد. من با مثالی کووید شد که بنزدیکی سال 2019 و تمام جاها رو فرا گرفت. این هم گرانیت ندارد، این هم میگذارد، این هم خواهد نخواهد کدام یگان نهال میبرد، یگان چیز میبرد، با همراهی وای میبرد و کسل رو دیده نمیشود. و کسل که اومد البته مشکلی میباید به سری انگور پرورا. لیکن من در یک جای خواندم که در یوتیوب خواندم بگمانم که در زمین های آسیای میانه در ما همون کسلی طاقت آور نیست، نمیباید، کاش که نبیاید. لیکن به هر نگاه نکردم باید تیار باشیم، باید دهقان ما تیار باشد که به زودی بوغش رو عوض کند، چون که تامین اوضاع کشور در دست دهقان است. اگر ما 2-3 سال با قفا زنیم بازار را گم میکنیم. خدا خواهد در سالهای نزدیک انگورهای بهترینی که مویز میشوند کلان اواتر نه با دیگر با از این بهتریناش رو ما یافتیم. خدا خواهد با نرخی
دهچند قیمت که یک چوبچه‌اش با $500 برابر می شود در هنگام خرید ما خریده آورده وارد کرده استودیم که همین باغ‌هایی که تاجیکستان داره می شود آهسته آهسته تک پیوند و منو با قوت و انگور پرورش رو در یک ساعتی عالی مونیم. انگورهای ما بهترین انگور هست، شیرین ترین انگور هست. ما میخوریم مزه میکنیم، نانی گرم قطعه با مزه است. حسینی ما البته اینا یگان جا نمیروند، این انگورهای ما یگان جا نمیشوند، لیکن ما انگورهای آوردن نمون در کار که مویز شوند، چون که ترمیوه فروختنش قین شده ایستاده است. تو ما ازبکستان هست در طرف بازار، ازبکستان علاقه تامین میکند. ما قین شده ایستاده است، ما باید به خشک میوه گذاریم، از آن جمله مویز، پیستا، غولینگ، زردالو خشک، زردالو خوب، چورمغز، اینها بسیار هم محصولات قیمت می شود، هم طلباتش زیاد می شود در جهان. همین سال با از من از خارج کشور زنگ زده 1000 تونه مویز زرد زلاتوی گفتن، او زب زرد است در اولتن گوبیر دور کدگی پرسیدن، لیکن ما نداریم. اگر می داشتیم 1000 تونه می خریدن با نرخ قیمت. دبی می خرد، دیگر دولت ها می خرد. انا همدیاران عزیز، این است مهنتی که ما برای آینده، برای رشد نمودنی سوهای تاک پروری در تاجیکستان کرده ایستاده ایم. این انگورها رو که میبینید خدا خواهد همش انگور شده در باغ اکای غلام جایگیر میشوند و باز نتیجهش رو در سالهای نزدیک خدا با ما مهربان باشد با شما نشان میتیم. همدیاران عزیز، وزیر من یک تلفن رو گرفته از نزد همین یک خودم گذاشته نقل کردم، تماشا کرده گذاشته بینم. من همدیاران عزیز، این است تک پیوندهایی که در گرمخانه نشانه یافته ایستادند. این برگش هم به انگوری ما مانند نیست. پرسیدم که چند دانه است، به من گفتن که 10,000 دانه است. من در ستیل کلان علاقه از بروقتر شنوندگیان کلانتر شده است. من این استکانچیکو همش تک پیوند شده ایستادند. همدیاران عزیز، اکنون ما با حاجی غلام جانکه موفقیت رو آرزو میکنیم در کارشون و دستشون درد نبیند و همین خیلی پیشروی ها در خواجگی در ساحه انگور پروری پیشروی ها به دست بیاید. در پناه خدا باشید، با گروه انگور و باغ باشید. آینده از نتیجه همین خدا با ما مهربان باشد، ما به شما نشان میدیم. در پناه خدا باشید.